خب فکر میکردم اولین پرینتم قراره همینجوری تر و تمیز در بیاد، عین ویدیوهایی که دیده بودم، ولی حواسم به تنظیماتش نبود. فقط زدم روی پرینت و خب میبینید دیگه. یکم عجله کردم که این شکلی از آب در اومد. سلام، من امیر هستم و اینجا کانال امیر میکه. توی این مجموعه از ویدیوها قراره در قالب ساخت اجسام واقعی با همدیگه نرم افزار اسلایسر و جزئیات و نکاتش رو یاد بگیریم. وقتی یه مدل سه‌بعدی رو دانلود یا طراحی میکنی، اون فقط یه سطح دیجیتاله. چاپگر نمیتونه مستقیم اون رو بفهمه. اسلایسر اون مدل رو به لایه‌های نازک افقی میبره و برای هر لایه دقیقاً میگه که نازل از کجا به کجا حرکت بکنه، با چه سرعتی حرکت بکنه و چقدر مواد بیرون بده. خروجی نهایی یه فایل جی کده که چاپگر مستقیم میتونه اون رو بخونه. هر تنظیمی که توی این دوره یاد میگیری، از ارتفاع لایه تا سرعت، داره دقیقاً همین دستورها رو تغییر میده. قبل از نصب بد نیست بدونی که اسلایسر فقط یکی نیست. یکیش بمبو استودیوه. این مال پرینترهای بمبو لبه با تمرکز روی سرعت و اتوماسیون. یکی دیگه از اسلایسرهایی که خیلی معروفه و برای همه به صورت رایگان موجوده، اورکا اسلایسره. یه نسخه اوپن سورس یا متن باز و رایگانه که از خیلی از برندها و پرینترهای مختلف پشتیبانی میکنه و بین کاربرای پیشرفته هم محبوبه. و کریالیتی پرینت هم مال خود برند کریالیتیه. این هم رایگانه و مستقیم برای پرینترهای کریالیتی طراحی شده و دقیقاً همونیه که توی این دوره باهاش کار میکنیم. و چون هم رایگانه هم برای شروع خیلی راحته، با این شروع میکنیم. مفاهیمی که یاد میگیریم مثل ضخامت لایه، دیوار، ساپورت، سرعت ها، همه اینا توی این اسلایسر مختلف تقریبا یکیه و فقط اسم دگمه ها ممکنه یه ذره فرق بکنه. مثلا اینجا توی نرم افزار کریالیتی من با نگه داشتن راست کلیک میتونم صفحه رو بچرخونم، ولی در بمبو لب با کلیک چپ، یا اورکا دوباره با کلیک چپ، یا مثلا یه مقداری این اسماشون ممکنه فرق بکنه ولی کلیت همشون مثل همه. برای همین با کریالیتی شروع میکنم، ولی اگر در مورد اسلایسرهای دیگه هم سوالی داشتید یا دوست داشتید که اونها رو هم حداقل تفاوت‌هاشون رو بررسی بکنیم، بعداً میتونم یک دوره‌ای هم برای اونها درست بکنم. خب توی این دوره لازم نیستش که پرینتر خاصی داشته باشیم، ولی بد نیستش که یک مرور کلی داشته باشیم روی پرینترهای شرکت کریالیتی. سری اولشون که سری اندر هست، من خودم کار 3D پرینتینگ رو با این سری شروع کردم. اینا پرینترهای خیلی بیسیک و ساده هستن، ولی کاملا میتونید روی اینها اصول 3D پرینتینگ رو یاد بگیرید. قشنگ مثل ماشین پیکان قدیمه که اگر باهاش رانندگی رو یاد میگرفتی، دیگه با هر ماشینی میتونستی بشینی. بعد سری فلگشیپ یا سری K هست که پرینترهای K1 و K2 هستن. اینا چون پرینترهایی هستن که فضای بسته دارن، خیلی کار باشون راحت تره، به خصوص اگر موادی استفاده کنید مثل ABS یا PETG که یک مقداری دمای بیشتری نیاز دارن و کنترل دما هم براشون مهمتره. اینها پرینترهای بهتری هستن برای کاربردشون و الان سری K1 یک مقداری قیمتاش هم ارزون تر از سری K2 هستش. و یه سری هم پرینترهای رزینی داره که حالا اونو بعداً توی برنامه دیگه‌ای میتونیم بررسی بکنیم. و یه اکسسوری هم که داره، این سیستم چند رنگ فیلامنته که هم میتونید ازش استفاده بکنید. حالا من بقیه اکسسوری ها رو بررسی نمی کنم اینجا، ولی این سیستم CFS یا فیلامنت سیستم خیلی چیز جالبیه، به خصوص کمک میکنه که فیلامنت های مختلف رو با هم دیگه مدیریت بکنید و نیاز نداشته باشید برای تعویض فیلامنت رو کامل از تو پرینترتون در بیارید
و فیلامنت جدید نصب کنید. خودش به صورت اتوماتیک میتونید بین فیلامنت‌های مختلف یا رنگ‌های مختلف سویچ بکنید و منم اتفاقا دارم، حالا بررسی می‌کنیم سیستم CFS. بریم سراغ نصب نرم افزار. از سایت رسمی کریالیتی بریم در قسمت نرم افزار و میبینیم که اینجا نرم افزارهای مختلفی رو دارن. کریالیتی پرینت برای پرینترهای فیلامنتی، هالت باکس برای پرینترهای رزینی، کریالیتی اسکن برای اسکنرهای سه‌بعدی و فالکن دیزاین هم برای دستگاه‌های حکاکی برش و حکاکی لیزری هستش. خود کریالیتی پرینت رو برای ویندوز، مک او اس و لینکس داریم که آخرین ورژنش رو میزنیم دانلود بشه. اینجا میتونیم ورژن های قبلی نرم افزار رو ببینیم و همچنین تغییراتی که این ورژن جدید نسبت به ورژن قبلی کرده همه رو میتونیم اینجا با هم دیگه ببینیم. نرم افزار دانلود شد، البته من قبلا همش کرده بودم، حالا میزنیم که اجرا بشه. نرم افزار چینی ویندوز یه هشداری بهمون میده، اشکال نداره. شروع میکنیم به نصب نرم افزار. نرم افزارمون الان نصب شد و ما برای بار اولین رو باز کردیم. ازمون میخواد که مود نرم افزار رو انتخاب بکنیم. یه مود AI بهش اضافه کرده که الان دیگه خیلی رایجه و همه نرم افزارها یه AI توش میزنن. حالا من این رو بعدا امتحان میکنم با همون مدلی که بیشتر باش آشنا هستم. میرم جلو، کشور رو انتخاب میکنیم و ازمون میخواد که اینجا هم وارد اکانت کریالیتیم بشم. بعدش اوکی الان نکنم. الان ازمون میخواد که ترامون رو با کیبل وصل کنیم یا اینکه بعداً اضافهشون بکنیم. من میذارم اسکیپ پرینتر کانکشن فور ناو و الان بهمون یک لیستی میده. خب از این لیست من پرینتر K2 پلاس رو دارم، اینه با نازل 14 این رو تایید میکنم و اضافه میکنم به لیست پرینترهایی که دارم. شروع کرده به تنظیم پارامترهای داخل نرم افزار برای این و از من میخواد که به اون اکانت آنلاین رو هم درست کنم. حالا بعدا این کار رو میکنم و یک سری هم توضیحاتی میاد و من میده که اینجا بالا سمت چپ میتونم مدل پرینتر رو انتخاب بکنم و بتونم پرینترهای بیشتری رو اینجا اضافه کنم. قسمت دوم جزئیات نتورک پرینتر رو اضافه میکنیم، مثل IP ادرس پرینترها رو. اینجا این دکمه هستش که میتونیم مدلمون رو وارد نرم افزار بکنیم. اگر سیستم CFS یا چند رنگ داشته باشیم که ما داریم، در بالا سمت راست میتونیم تنظیماتش رو ببینیم. در پایین دکمه اسلایس هست که این رو وقتی میزنیم موقعی هستش که مدل ما آماده است و اسلایس میکنیم فایلمون رو و اون جی کد رو به همون نرم افزار میده. و در آخر هم دکمه send to print هستش که فایل رو میفرسته روی این فضای کلی نرم افزار هست و موقعی که برای اولین بار ما میایم و نرم افزار رو نصب میکنیم. اول پرینترمون رو اد بکنیم. اینجا البته داره خودش توی سیستم وای فای میگرده. پیدا کرد اینجا پرینترهایی که الان به وای فای من وصل هستن. انتخاب میکنیم و اینجا میتونیم بزنیم که استاتسشون رو هم شیر بکنن با نرم افزار، یعنی دوربین، فیلامنتی که روشون هست، تمام دماها، همه چیز رو شیر میکنن و بعد اد میکنیم. خب الان اینجا پرینتر K2 پلاسمون اومده. حتی خودش سیستم CFS رو هم نشون میده. اینجا ذره CFS 1 یعنی یک دونه کریالیتی فیلامنت سیستم رو هم متوجه شده که وصله به پرینترمون. و اینجا تو قسمت دیتیلز هم که میریم، اینجا مشخصات فیلامنت ستینگ در اون سیستم CFS مون رو یا CFS شماره 1 مون رو نشون میده و به هر پرینتر تا 4 تا سیستم CFS میتونیم وصل کنیم. یه دونه هم ورودی اسپول هولدر یا ورودی تکی فیلامنت به پرینتر هست برای موقعی که شما این سیستم CFS رو ندارید و فقط میخواید از یک فیلامنت در هر لحظه استفاده بکنید.
خب این صفحه وسط دقیقاً صفحه ساختتونه و دقیقاً معادل بستر پرینترتونه و تمام مدل ها اینجا قرار میگیرن. سمت راست صفحه این پنل تنظیمات هست که اینها تنظیمات چاپه و وقتی که سیستم چند رنگ رو هم وصل داشته باشید، این بالا با زدن این دکمه آتو مپینگ و وقتی که پرینترتون آنلاین باشه، سیستم فیلامنت ها و تمام اون اسپول های پرینتتون رو این بالا نشون میده. بیا یه مدل ساده وارد کنیم و دکمه اسلایس رو بزنیم. حالا میریم توی پیش نمایش و اسلایدر رو لایه به لایه حرکت میدیم. میبینید چطور مدل از پایین به بالا لایه به لایه ساخته شده. این دقیقاً همون کاریه که نرم افزار با جسم سه‌بعدیمون انجام میده تا پرینتر بتونه اون رو برای ما بسازه. الان اسلایسر ها رو میشناسی، میدونی کدوم پرینتر کریالیتی بهت میخوره و چجوری کریالیتی پرینت رو نصب کنی و پرینترت رو بهش وصل کنی و بتونی از راه دور کنترلش کنی. یک آشنایی بسیار مقدماتی با رابط کاربری پیدا کردی که از کجا شروع کنیم و توی قسمت بعدی اولین چاپ واقعیمون رو از 0 تا 100 میسازیم. حالا این فایلی که با هم دیگه اسلایس کردیم رو من میفرستم روی پرینتر تا نتیجه رو با هم ببینیم. کاملا هم از تنظیمات پیشفرض نرم افزار استفاده میکنم.